ما عرض ادب به خدمت شما بیننده‌های عزیز که اکنون بیننده کانال طنز بچه‌های رتی در ایران بیننده هستین. خدا کنه که خوب و خوشحال و صحتمند باشیم. ما امروز آمدیم به منطقه نوآباد و فرقه دم مکتب لیسه فاطم. ما از این چرخدارا و دکاندارا یک مصاحبه بگیریم، برای شما ثبت کنیم، یک گزارش بگیریم. خدا کنه تا آخر ویدیو با ما همراه باشیم، ما رو دنبال کنین دوست عزیز. فکر کنم یک برادر اینجی مصروف می چرخ خونم روی چوکی شیشته هم از اینا ما هم یک سوال جوابی داشته باشیم. سلام خوبین برادر؟ سلام علیکم برادر. سلامتیم، صحتمندیم، خیریتی اول خوب. شکر زنده باشیم. اسم شریف شما یک معرفی بکنین خود برای بیننده. اسم شریف من بلال احمد. بسیار صحیح. خب این چرخ از خود شما نه؟ بله آخ. بسیار صحیح. چند تا چرخ داریم لالا؟ فعلا که یک دون جلوتر از این پارسال بود 4 تا داشتم، 3 تا فروختم دست شاگرد، چون امسال اقتصاد ضعیف شد ما مردم خود شما میفهمین قیمت شده وسایل جنس خریدن بله گیرونی شده. گیرونی زیاد شده. بله چند برادره؟ 4 برادریم. بسیار صحیح. پدر مادر حیات داره؟ پدر حیات دارم ولی خدا بیامرزه مادر ندارم. خدا من بیامرزه. و اصلیت از کدوم منطقه؟ اصلیت از شیده ای. از شیده ای. خب بسیار صحیح. این چرخا روز چند میمونه برای شما؟ روز 300 400 خدا رو شکر میمونه. فقط دم مکتب استاد میانی دیگه جا میری؟ فعلا کدام مکتبیم چون بعد هوا خنک کار سویدان اقتصاد مردم ضعیف به چا خورد جلوتر از این پولش فعلا اینجا 5 به چا خورد است. بسیار سه مکتب هم برفتی؟ بله ها. صنف چند؟ تا صنف 7 خوندم. تا صنف 7 خونده. خیلی خوب. خب بیاین که بریم چاشت خود شما. بله برادر خوشحال شما. اگه برین چاشت بالاخره نون و پیاز از زمان قدیم میگم پینک و باز هر چیز خودی هم میخوری. زنده باشین، جور و تیار باشین، تیاریا شما به کار امر و خدمت گفتنی برای بیننده عزیز که اکنون شما رو میبینم گفتنی داشته باشین در خدمت. تیار و خوشحال باشیم. ما از بیننده عزیز این برنامه دیدم تیار خوشحال باشه. جور تیار باشیم. زنده باشین. بخیر.